8 ماه باردارم تو بیمارستان ول کردم اومدم اینجا. بیاین مردم بیاین یه بار پشت هم باشین، وسط این خیابون بشینین، هیچ کاری نکنین، فقط بشینین تا جوابتون رو بدن، بشینین تا دست مافیا از این مملکت کوتاه بشه. بیاین این وسط بشینین. من بچه‌مو ندیدم، شاید نبینمش، ولی اومدم بذار الان بکشنم. اومدم وسط این خیابون، بیاین اینجا بشینیم، بذاریم بکشنمون، بیاین اینجا بشینیم. من میشینم، اگه غیرت دارید بیاین بشینیم. هر کی غیرت داره بیاد وسط اینجا بشینیم. غیرت دارید مردم بیاین بشینیم. هر کی غیرت داره بیاد اینجا بشینه. راننده، کاسبکار، مغازه‌دار، هر کی غیرت داره بیاد اینجا بشینه. هر کی غیرت داره بیاد بشینه. دوستان من بچه خانومم 8 ماه بارداره تو بیمارستان ولش کردم اومدم. بیاین اینجا بشینیم، خجالت بکشین. از چی میخوایم بترسین؟ میخوان بکشن، بذارید بکشن. آقا بیاین بکشین، بیاین اینجا بشینین. هر کی غیرت داره بیاد بشینه. هر کی از غیرت داره بیاد اینجا بشینه. نه ترسید، بذارید بکشن دیگه. بدتر از این نمیشه شرمنده زن و بچه بشین. داره این ناموسمون داره به فنا میره، به خاطر این ناموسمون اینجاییم. بیاین بشینیم مردم، بیاین بشینیم.